درود دوستان گرامی، تئاتر و سینما که قریب یک رسالت را اجرا میکند در زندگی و شکلگیری آدمان نیز نقش بارز دارد. تنها وابسته به طبع و ذوق خود تماشاگر یعنی آن را اختیار کرده هنگام تماشا جهان معنوی میبردارد. پس سوال به میان میآید که امروزها کدامی از این برتری دارد؟ برای از این و باز یک قطار سالهای دیگر پاسخ گرفتن ما نفری را دعوت نمودیم که یکی را از دیگری جدا کرده و افضل نمیداند و در سینما به یک مرام نفس میکشد و البته نتیجه همه این را بیوسته از محبت بیکنار مردمان احساس میکند. کارگردان سرتلاش از فیلم افتابوس عبدالحی ذاکرов هستند، قهرمان امروزه برنامه نقش. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. اگر خطا نکنیم افتابوس این هفتمین فیلم خودکاری کارگردانی شما است که ثبت آن محض سال 2019 در منظره‌های زیبا، در منظره‌های ناتکراری سیاحی مملکت روی کار آمده است و این ایده البته در رشد سینمای ملی یک نوگونی بود، درست؟ بله، باور میکنید از دیگر فیلم‌ها، از فیلم‌های خودم همش برای من عزیز هستند، لیکن افتابوس دیگرتر است. به کدام خاطر که ما در افتابوس بسیار هم سیر تاجیکستان یعنی وطن عزیز کردیم که اینقدر یک موضع از موضع دیگر زیباتر است، یک موضع از دیگر زیباتر است. بعدا من فهمیدم که در حقیقت یعنی تاجیکستان وطن فکر میکنم سینماگرا است. در یک طرف بهار است، در یک طرف تابستان است، در یک طرف دیگر میبینید یعنی که اون برفی که تازه برای شما هست برف است، یعنی خیلی زیبا هست، خیلی سینمایی است که بگیریم. اگر از جهت سینمایی که کارگردان موضع خود را انتخاب میکند، همه چی برای کارگردان هست، فراهم است. یعنی برای هر یک سینماگر انتخاب موضع، انتخاب مکان مشکل نیست. بله، برای همین گفتم که تاجیکستان در حقیقت یک وطن بی‌شاسا است، وطنی هست که خودی من هم افتخار میکنم. من با این عمر کوتاه خودم خیلی زیاد جهان گشتم و هر وقت که بر یک گوشه تاجیکستان عزیز میروم، اینقدر یک حلاوت و یک زیبایی دیگر دارد که کلا از دیگر جاها فرق میکند. شما از زیبایی گفتید، از موضع‌های تاریخی گفتید. درست است که هر یک موسم طبیعت زیبای خود را دارد، ولی در این فیلم شما کوشش کردید موسم بهار رو بیشتر استفاده برید، یعنی فرصت بهار رو از دست نداده فیلم رو روی کار آوردید، درست؟ بله، باور میکنید من اینقدر خرسند شدم که در یک ماهی که ما این فیلم رو برداشتیم رفتیم دنغره، اون لاله‌زار زیبا که اولین بار خودی منم رفتم، اینقدر زیبا. رفتیم اشت، در اونجا هم زیبا طبیعت، همه گلها. رفتیم اسفره، یعنی که هر کجا رفتیم یک ماه برای من اینقدر گویا که سال بود که من یک سال در بهاری تاجیکستان، در بهاری وطن گشتم. اینقدر گفتم که اینش از اینش فرق میکند، اینش از اینش تفاوت دارد، اینقدر این رنگارنگی ها، اینقدر این زیبایی ها. برای همین خودی من هم انتخاب کردم من همین فصل زیبا را، همین فصل بهاری نازنین ها که وقتی که فیلم یعنی آماده شد به بیننده ها پیشنهاد شد و همه سوال میدادن که این کجای تاجیکستان باشد، چقدر زیبا است. در حقیقت یعنی قدر من مفتونی همین وطن عزیزمان هستم، اینقدر زیبا است، اینقدر شب روز من فکر میکنم که باید من فیلم های زیاد بردارم که همین وطن و واسطه همین سینما در تمام دنیا باید معرفی کنیم که ما همین خیلی وطن و همین خیلی زیبایی ها داریم. نه بس از آنه که یعنی که افتابوس یک جزء جدا نشونده این فیلم است، همزمان شما کوشش کردید که سیمای زیبای مملکت را خوب نشان دهید، به سیاحان معرفی کنید. پس بگویید که اصلا سر موفقیت فیلم در چیست؟ کدام جهت، کدام خصوصیت های خاصی این فیلم توانست ذوق بیننده را باز هم بلند بردارد؟ فکر میکنم ما زیادتر از درباره طبیعت زیبای تاجیکستان گفتیم. همون طبیعت زیبا هست که یعنی که افتابوس ما با همون زیباگی ها می رود. ака, ӯ равӣ мегӯй арӯса да ламборҷино бурдеста бошад. гаранг чӣ фарқ дорад ки чӣ қати мебарад? муҳим арӯз бошад, арӯз, фаҳмидӣ? эй ҷавонӣ
дар баробаре ки он воқеаҳо ва он сужае ки дар дохили автобус ҳаст ва берун аз автобус ҳам яъне ки нишон дода мо мешавад. ҳам нишон медиҳем зебоии табиатро, ҳам нишон медиҳем бозии ҳунармандонро, ҳам мо нишон медиҳем ки дар он роҳе ки автобус меравад чӣ қадар воқеаҳо мегузаранд. яъне ки ҳама бо ҳамдигар тавъам буданд, ин қадар зебо буданд. худи манам ҳайрон мешудам ки ҳатто анамун ҳунармандое ки мо интихоб кардем ҳама дар ҷои худаш буд. бале яъне ки ҳеҷ вақт вақте ки филмро ман 10 борҳо ҳатто 100 борҳо мебинаму вақти танзиму нигоҳ кардан ва мегуфтам ки дар ҳақиқат ягон ҳунарманди ман яъне ки ҷош бегона нест. аслан дар интихоби ҳунармандо абдулҳай бинед чӣ қадар як бузургӣ кардааст тамоми ҳунармандои ҳирфаиро ва баъдан ҳунармандони ҷавоне ки ҷалб карданд онҳои ҳама дар раванди касбият нақш офарӣ карданд ва филм саропо худаш аз ҳазлу шӯхиву ин филм як филм аст, филми автобус, паси пардаш тамоман дигар филм. Он намедонам як 10 карата ба фикрам ки масҳака аст. яъне он саҳнаҳое ки дар паси парда мегузаштанд ва тамоми саҳнаҳош фикр мекунам тамоми саҳнаҳош ҷолиб буданд. ман нисбатан хеле барвақттар аз филмнома ё аз сюжеи филм огоҳ будам, чун абдулҳар каме ҳамкориам кардем ва то ҷое суҳбатам кардем ва вақте ки шакли филм тарзи масалан ба наворгирии ин филм абдулҳар пешниҳод кард ба ман бисёр писанд омад ва нақши манам ки рӯҳониям аҷро мекардам خیلی دخورگی ها داشت و دارد و چون خودی فیلم و فیلم خوبم همین است که چون چراهای زیاد دارد دخورگی های زیاد دارد که به یک دیدن مثلا شاید که درک اون معنی و اون چیزهایی که لازم است اون پرده هایی که پس پرده های اون چیزهایی که هست برای درک کردن اون شاید یک یا دو دیدن کمی کند. در فیلم اگرچه مؤلف یا هم مؤلف نبودم ولی در هنوز از زمانی گویم در سطح ایده بدن فیلم من در این فیلم سهم داشتم و روی فیلمنامه گویم که با مؤلف خودی اصلی فیلمنامه افتابوس که عبدالحی زاکیروف هستند ما حدوداً 2 سال یا که بیشتر از اون کار کردیم. یعنی در صحبت‌های سریراهی، در سفرهای دور و نزدیک، بیرون از شهر، در داخل شهر ما پیوسته سر این موضوع صحبت می‌کردیم و ایده را تکمیل می‌دادیم. خب فیلم افتابوس که در ژانر مسئله اجتماعی گرفته شده است بیشک اگر هر بیننده که وقتی که توجه میکند در اونجا همون واقعه و حادثه و رویداده که مثلا همه روزه در جامعه اتفاق میافتد قریب که در همون افتابوس دیده میشود. ای گرک لبر چی شیشتی؟ پول جمع کن. باز یکا 2 دقیقه حالش میکنیم پروا نکن. بیا راهگیرا رو درست کردیم یک نفری. چند سامانیه؟ رهبره 10 сом تا آخرش 20 сом. Во. Как это? Без саман, дах саман. Да нет никакой условия. Что это такое? Да мордаку, тела карди. Хамаханги дил канди. Без саман, дах саман. Тоже мне. А запах такой вонючий в вашем автобусе. مردم. میدونین داخل سراغ چند پولای. هر $20 بالا میرواد. راست میگه. راننده هم فهمیدن در کار. مالش ما را صحت سلامت برسان ما راضی. بیا اکا. چند سوم؟ 850 сом. چه 50 سوم؟ 20 ما 20 اویدم. 20 сом 10 сом куда? کی گذراندی تو 10 سوم کدا؟ بیا بقیش بیا. خاوز مایدک نمیارم. بالایی ها؟ بابای دنلو رو کی رو 20 سامونی ها؟ 20 сомонаш هستن این خانم. Спасибо, но у меня есть. هیچ گمی. کاری خیر هم در کار. Спасибо вам огромное. در فیلم افتابوس یعنی در نقش‌های مختلف سیاه و دختر سرباز و لولیزن، مردی در انتظار فرزند و پیرزنی مشتاق نبیره، خلاص انسان‌های گوناگون پیشه و گوناگون خصله در افتابوس یعنی همسفر می‌شوند و تا رسیدن به منزل و مکان سرگذشت‌های عجایب و غیرعجیب را پشت سر می‌نمایند. بگویید که از همه صحنه مراق‌انگیز کدام صحنه یا خود کدام نقش هنرمند بود به فکر شما در این فیلم؟
میدونید در بین اونها یک رقابت بود، یک اینش کوشش میکرد که از اینش زیباتر اجرا کنه، اینش کوشش میکرد از اینش زیادتر اجرا کنه، یعنی چنان با وجه و همون در ابرازهای خود چنان داخلش در آمده بودن که حتی وقتی که از اتوبوس بیرون میکردیم با خود می آمدن. به همین خاطر یعنی که برای من هم بسیار مهم بود که وقتی که میبینی که در اون کشتی اون نفرایی که همه یک جا هستن جمع هستن و چگونه یعنی که هر کس در نقش خود است، در ابراز خود است، اینقدر برای من هم جالب بود. اینقدر حتی همون اون نفری که دمره میزده با مرغای خود اون هم اینقدر داخل مثال همین وای شده بود، یعنی که هر کدام این با جای خودش را داشت و حتی اون سیاح خارجی هم که می‌دراید اینقدر مفتونی، یعنی که این مسافرانی که داخل اتوبوس هستند میشود. سهمی من که در این فیلم گویم همچون اگرچه محرر بدم ولی در این فیلم سر از همون در سطح ایده بدنش کار کردیم تا گویم که با وجود اومدن و یک فیلمنامه مکمل کار کردیم و در رفتی نوار برداری هم بجز از محرر به حیث مأمور این فیلم هم کار کردم که در تشکیل کردن صحنه‌های ثبت این فیلم یا کد انتخاب و تشکیل کردن گویم که بعضی صحنه‌هایی که به قول مرکب بودن و جهت‌های گویم که تشکیلیش باید که مهیا می‌کردیم و در این کار من به واسطه سهم داشتم. Манда, помнишь, Аня, Борги? А сарат не монатла! Сарат не монатла! Тоже нет! همین صحنه ها در چند دوبل نوار برداری شده است؟ اصلا من خودم خیلی دوست می‌دارم که زیاد دوبل نگیرم. من کوشش می‌کردم که قریب اگر خطا نکنم شاید در فیلم اتوبوس یک 60-70% فیلم دوبل اول رو من استفاده بردم. با کدام خاطر پیشکی ما هنرمندا قطعی یک تمرین میکنیم، یعنی که من میگفتم شما خودتان بسیار صرف نکنید، وقتی که موتور کمیره میشود انا بعد صدقان بازی میکنن و ببینید که هنرمند هم انسان است. وقتی که وای میگه نه دوبل یک نشد، دوبل دو نشد، دوبل سه، الکه او خودش رو گم میکنن، الکه از خسته میشود و با خود سوال میکنه که شاید من از ایهوده این نبرآمده شدم که کارگردان قدر مرا یعنی که میگردانم. به همین خاطر من کوشش میکنم که همه وقت هنرمندا رو میگم که دوبل اول است. با همین خاطر کوشش میکنیم که دوبل اول رو گیریم. و صحنه جنگ مثلا نیسا محمد جان و همراه مولانا نجمیدین و این بداهتا اجرا میشدن یا اینکه در خود سیناری جای داشته؟ در خود سیناری هست. در اینجا ما نشون دادیم که مینتالیته یعنی که مردم تاجیک خیلی مردم خیرخواه و مردم مثال وای هستند. با این خاطر اونا میگه که اگه برای یک مش مویزت مرد که اینقدر من قطعی وای کردم بعد خرقشه و جنگ میشه که اگر همون تاریخ همون مویز هم گیرم همون به پول داد اون در بازار، یعنی که با همین جنگ میکنند و بگیرن خب با فلسفه و مثال گفتیم که و مینتالیته خود را دارد. با این خاطر خیلی اپای نیسا محمد جان و قطعی مولانا بعد 2 روز بعد 3 روزش بعد گفتن که عبدالحی اینجا به بچه هم باشه مطرح نشون تو همین آستینش رو بالا میکردم خیلی کبود هم زدگی هم پشتو هم مایب شدن. بله هم خودی مولانا هم خودی اپای نیسا فیلم علاهیده یک لحظه عجایبی خود را دارد با پشت کادرش با خیلی لحظه های خنده‌آور زیاد است. هنرمند ایجادکار همه وقت آماده باشد. در کدام وضعیتی که نباشد باید آماده باشد و همه وقت یعنی که فدایی است. آخه همه هنرمندان فدایی هستند. هر یک نقش هر یک ابراز باید صمیمی باشد تا اینکه به دل بیننده راه یابد، به موقع بیننده جای گیرد مضمون و ماهیت این یا آن فیلم یا این نمایشنامه یا آن نمایشنامه. درست؟ بله. در یکی از صحبت‌های تلویزیونی گفتید که تهیه این فیلم همچون کارگردان برایتان آسان نبود. انیخترش طول 5 سال بالای این فیلم کار کردید، زحمت کشیدید و ایده آنیز اگر اشتباه نکنم از فیلم مستند راه پیدا شده است. چون واقعه داخل اتوبوس صورت میگیرد، برای هنرمندان، برای قهرمانان فیلم چگونه بود؟ یعنی از هر یک خط سوژه این فیلم، هر یک ابراز، نقش
هنرمندانی که در فیلم بند بودند تا چه اندازه آموزش گرفتند؟ میدونید وقتی یک صحنه هست در اونجا تولید کودک هست، چنان باران از نمیخواد، بارانی که باران بهاری چگونه است، نمیخواد باران سخت و ما اون صحنه رو یعنی که نواربرداری میکردیم هر وقت که هنرمندان یاد دارم این صحنه بله تر میشوند پوری میشوند. بعد ما از بیرون نواربردار کتی کادرها رو صحبت میکردیم و دیم کارگردان اومد گفت که هنرمندان دیگر نمیخوان بازی کنن. ما گفتم چرا؟ گفتن نمیدونیم نمیخوان، یعنی میگن که ما تر شدیم، ما علاقه تو نسکی و همه و ما تر شد در این خانگی ما دیگر نمیکنیم. بعد در اومدن داخل اتوبوس همشون بیچاره خانگی زنها همه بزرگ بودند، همچون مادرانه همچون خواهرانه مولانا و اپای نیسا و زرینه لباسای خود را میکشیدن و یادم میپوشاندن گرمشان میکردن. این زنها نبودن که در تای باران فقط مردها بودن. بعد در اومدم و گفتم که محترم گفتم هنرمندو برای فیلم کردن زحمت کشیدن در کار از خود برایت تاگی برف میرود، تاگی آب میرود، تاگی علاب و آتش و دیگر میماند. این چه گفتم با یک بارون علاقه همتون من نمیدونم. نه هیچ کی ما تیاریم بازی میکنیم بیاد دوام میتیم. Стойте, куда вы? Что случилось? Да ничего, твоя жена рожает. Рожает? Как рожает? Нашло время рожать! وقتی колодки تیافتی دمکی بی عقل. Да я ничего не понимаю. Шофер, дверь закрой. Жена рожает! Писарча! Конечно, мальчик! Поздравляю, моя хорошая! با همتون رحمت. استادای ما میگفتن که اصلا کینو این خودش ریتم است، تمپ است، دینامیکا، یعنی حرکت است. وقتی که در سینما حرکت است، در سینما همه وقت شورش ها و اون دویدن ها و اون پریدن ها و اون ویا هست. این جالب است، خیلی جالب است که یعنی که هنرمند باید در جای خود نشیند. وقتی که کارگردان زحمت میکشد، هنرمند زحمت میکشد، نواربردار زحمت میکشد، یک چیز خوبه میبراید. یکی از صحنه‌های مرکبی که بیرون از حدودی دوشنبه بود، این در ولایت در ناحیه فرخار بود. اینم گویم که صحنه با گویم که از راه برآوردن با آب آمده زدن اتوبوس بود که این خیلی گویم که از گروه ایجادی، از گروه کاری زحمتی بس و سنگین رو طلب میکرد. یعنی در یک وقت پیدا کردن مثلا همون کران گیدرارکاف که مثلا از یک بلندی معین باید اونا بنوار گیرن، همه گویم که از چند گویم که راکورس از چند زاویه باید که بنوار گیرن. تشکیل کردن کران گیدرارکاف و تشکیل کردن جای خوب و مهیا کردن شرایط برای گویم گروه ایجادی، همه این گویم که مهارت بلندی گویم که تشکیلاتچی طلب میکرد که خوشبختانه ما از عهده این چیز برآمدیم و توانستیم که فیلم در یک سطح صفت خوب بنوار گیریم. وقتی که عبدالحی فیلم میگیرد، یعنی انتخاب هنرمنداش به درجه عالی است. کارگردان نه تنها فیلم، از اون جمله طبیعت زیبای وطنی عزیز چقدر پیشکش تماشابینا، پیشکش مخلصا گردانده است. همانطوری که گفتیم در این فیلم نقش ها خیلی گوناگون است. یکی آبرازی منفی رو میآفرد، دیگری آبرازی مثبت را. بودن حالت هایی که برای آفریدن این یا آن نقش هنرمند راضی نبود. فقط راستش رو گفت. خودی من در اون گمان بودم، در ترس بودم. وقتی که زرینه خوشوقت رو من دعوت کردم به نقش لولیزن و فکر میکردم که راضی نمیشوم به خاطر که میگه من قدر هنرمند حرفه‌ای که از دوران شوروی تا امروز در سینما هستم و امروز یک کارگردانی اومده مرا نقش لولیزن و نمیدونم کیم چه میده. من در همین خیلی دوای بودم. در اونجا دو نفر بودن، اپای زرینه بودن براحت از شروع از بله از تئاتر مایکوفسکی. من زرینه رو برای چی انتخاب کردم؟ برای سن سال زرینه براحت یک کمی جوانتر بودن. من گفتم که زرینه خوشوقت و خوب میشه. بعد زرینه را دعوت کردم، گفتم من چه خیلی فهمونم که یعنی که خفه نشوند نرنجن. بعد گفتم اپای زرینه
ما همین وایدا همین فیلم دا بچه‌ام گفتم فرزندم احمد جان همین نقشی فرزند لولیا میتیم هم خیلی تیام نیکی وای است بگو که لا آیا نکن لولیا من باید بازی کنم بعد فهمیدید گفت که برای هنرمند چی فرقی دارد بچه‌ام حالت بینم در تگین حالت بینم تت گمی بد گمی درخت آلوچه گویمی هر چی که میگویم در آینده من راستش میگویم بله خاله جان جانی خاله برای من از همه مهم معلومات عالی بود گرفتم خدمت مادر وطن به انجام رسید دیگر همش در دست خداوند ببخشید لیکن من به فالبین ها باور ندارم این خیلی نگوی بلند این خیلی نگوی توبه کردم بلند چشمو بید ها دادری خوش برود بایی کمتر دورتر استید خاله جان ها خاله جان من 3 دختر دارم اینا با حوزی زنم حامیده دیدم فرمی و بچه یک بینید میبینم فال میبینم بلند فال میبینم دستی من نه دستی فال بینم با یک خوبی قبول کرد و همون لحظه ما سر و لباسی اون فکر کردیم یعنی که من خیلی خرسان شدم که هنرمند حرفه‌ای همه وقت و کوشش میکند که ابرازش رو عوض کند در یک نقش نو بازی کند و همین رو به زرینه خوشوقت و خیلی خوش قبول کردن و یگان مانعگی هم نکردن ناراضگی هم ندادن. بیشتری صحنه‌های فیلم افتابوس را محض حزل و واقعه‌های حیرت‌آور فرا گرفته است. هرچند در نمود حج و سو در آن سخنان روان و سفته استفاده شده است ولی با دید و نگاه نوی فیلم‌آفری روی پرده سینما آمده است که پس از تماشای این فیلم هر یک بیننده آن را خوب درک کرده می‌تواند. طبیعی است که کارگردان برای روی کار آمدن این یا آن فیلم البته نقش کلیدی دارد. پس برای باز هم جذابیت و تماشا بودن فیلم یا اینکه نمایشنامه اصلا کارگردان کدام اصول رو بیشتر استفاده میبرد؟ استادای ما میگفتن که یعنی ما در زندگی همه وقت مشاهده کار باشیم. وقتی که هر چیزی ما در زندگی یعنی مشاهده کار هستیم، هر چیزی که ما در بین مردم میبینیم و از اونا میگیریم اونا فیلم نامه میکنیم و باز با مردم برمیگردانیم. یعنی که استعداد زیادتر در همین است که کارگردان همه وقت در بین مردم باید باشد، از مردم دور نباشد. اون گفتید اون شوخی ها و اون واقعه ها و اون چیزی هست، همه این از زندگی هست که برای همین بیننده خوب قبول میکنند. وقتی که ما اون رو ساخته میکنیم و صنعی میکنیم و نمیدونم یک ابرازهای که عموما بیننده باور ندارد قبول نمیکنند ما موفق نمیشیم. به همین خاطر هرچند ما زمینی باشیم، هرچند ما مردمی باشیم، همین قدر یعنی که مردم قبول بله همین است. یعنی که به همین خاطر کارگردان او یک نفری هست که اگر در وی موسیقی هم دیریژور یعنی که همون نفری هست که همه اینا جابجا میکند، همه اینا سرجم میکند، همه اینا به جایهای خود میماند. به همین خاطر از کارگردان خیلی وابستگی زیاد است که یعنی که اون فیلم چگونه میشود. یعنی که از قدم‌های نخست باید کارگردان خودش را در جای بیننده بماند و اون فیلم را در مغز خود تنظیم کند، نوار گیرد و بداند که یعنی که این فیلمی اون در یعنی بیننده کدام طبقه بیننده اون رو تماشا کرده میتوند. همه این رو در ترازوی مغز خود برمیکشد، بعداً فیلم رو میگیرد. البته بیننده مخاطبی با فهم هوشیار این چیزا میفهمد و وقتی که من عبدالحر این نقش به من پیشنهاد کرد این روحانیه، من دیدم که دو خورگی های زیاد دارد. به یک دید البته من اینا در تجربه هم دیدم که بیننده ها این روحانی من به چشم دیگر می نگریستن، به دید دیگر اونا فهمیدن و وقتی که کمی توضیح میدادم و شرح میدادم که چرا این و چرا این پس چرا این و به اندیشه میرفتن و نقش به من بسیار پسند است. باز میگویم که مثلا به بیننده ها میگویم که اگر فیلم دیده باشند باز یک بار دیگر ببینند و اگر ندیده باشند پس با تمامی هستی هوش و گوش خود به فیلم روانه کنند و همین چون چراهایی که من گفتم اینا را مثلا گذارند و بگن که چرا این روحانی اول این خیل بود بعد این خیل شد و بعد آخر این شد و اگر همین
چون و چرا اینو این خیلی اینها را که وقتی گذاشتن وقتی فکر کردن، من باوری دارم نظرشان به مرد روحانی دیگر می شود و به فیلم هم همچنین. اسم مبارک شما؟ Что? نام شما چی؟ Наташа. Наталья Александровна. بنده حاجی عبادالله ابن عبدالرحمن عبدالستار. Очень приятно. Хаджи عبادالله Ибн عبدالرحمن Ибн Ой, извините меня, я не могу выговорить. هیچ گرد. آیسته آیسته یاد. بابای ملا پختاین. فیلم به من نه به خاطر آنکه مضحک است، طنز است به من پسند آمده، در داخلش خیلی اسرار و خیلی گفتنی های زیاد دارد، خیلی مسئله گذاری های خوب دارد و به این خاطر همین چیز در نقش ها هم هست و اگر با دقت بیننده عزیز اگر تماشا کند فیلم و با این نظری که من گفتم اگر نگاه کنن، البته نظرشان به فیلم و نظرشان به نقش من دیگر خواهد شد. یعنی این از استعداد بلند داشتن کارگردان است، از دوست داشتن کسب خودش است و فکر میکنم که این فکر شخصی من است. عبدالحی زیادتر در جاده مضحکه خیلی موفق است. اصلا در تاریخ زندگی نامه عبدالحی زاکیروف فیلم افتوبوس چی داده توانست؟ هرچند تجربه زیاد دارید و ژانر مضحکه را بیشتر دوست می‌دارید. عموما این فیلم از دیگر فیلم ها چی تفاوت داشت؟ تفاوتش می‌دانید در همین است که زیادتر با پیش خود مقصد گذاشتم که همین گونه فیلم ها را زیاد گیرم، بیننده را ما به خود جلب کنیم، بیننده را یک کمی هم باشد، یعنی که به دنیای خودمان وارد کنیم، از اون مشکلی ها و از اون پرابلم دیگر، یعنی که ما یک طرف بریم و به یک دنیای نو گسیل کنیم. همین است فکر میکنم، فکر من که یعنی به مثل فیلم افتوبوس یک چند تا دیگر نقشه ها هم هست در ژانر مضحکه. بله در ژانر مضحکه میخواهم که باز یک چند فیلم ها گیرم و حتی فیلم نامه هم تیارم دارم. درست است، هر یک صحنه، هر یک اپیزود این فیلم یک جذابیت خود را دارد که بیننده رو به تاثیر نمیماند و امیدوار هستیم که آینده یعنی باز از این دیده فیلم های مضحکه رو بیشتر روی کار میارید، زیرا بیننده امروز بیشتر دوستدار ژانر مضحکه هستند، دوست می‌دارند همیشه در خاندان هر کدام آنها شادی باشد، خرسندی باشد و ما نیز به شما تمنای آن را داریم که ایجادتان همیشه رشد کند، همیشه دوستدار سینمای شما زیاد شود. به شما موفقیت خواهانیم. تشکر برای صحبت امروزه. در انجام برای بیننده سفینه چی گفتنی دارد؟ باز یک خوشخبر که امسال ما شروع کردیم نوشتن فیلم نامه استاد عینی را و در نقشه من هست 2026 یعنی که نوارگیری فیلم استاد عینی که وعده میتیم به بیننده ها که یعنی که ایده ها و پیشنهادها و فیلم نامه های خوب یعنی که در پیش است. همین حاضر دوام چند لحظه صحبت ما گواهی آن شدیم که تنها با خواهش و کوشش داشتن نسبت کسب خود انسان میتواند تا چه اندازه به جامعه تاثیرگذار و ضرر باشد، اما درک و غیرت داشتن در این راه باشد از خودی او وابسته است. این بود برنامه نقش. باقی سربلند و خانه آباد باشید. خیر عزیزان.